رفتی هلو خریدی، گرونم خریدی، کیلویی 200 تا 300 تومن پول دادی، میای بازش میکنی، ظاهر سالمه، میبینی که بله هسته جدا شده و کپک زده. الان باید تصمیم بگیری که با این هلوی کیلوی 200 300 هزار تومانی میخوای چه رفتاری کنی. میخوای اینو بفرستیش روی قلب 1 میلیاردی، میخوای بفرستیش روی مغزت، میخوای بفرستیش توی روده هات که با این روبرو بشن و بگی هیچ اتفاقی نمیفته چون قبلا هم این کارو کردم، یا نه میخوای بدن خودت رو ارزشمند بدونی و این ریسک رو قبول نکنی و اینو پرت کنی بیرون. درسته که فقط این تیکش کپک زده و اطرافش ممکنه سالم باشه، اما چشم ما نمیتونه اون تیکه هایی که رسوخ کرده توی عمق بافتش رو ببینه. پس انتخاب درست خردمندانه اینه که من کامل این هلو رو بندازم بیرون و ریسکش رو به جون نخرم. و اینجا میبینی که ما در نهایت اینو پرت میکنیم توی سطل زباله، چون جاش همینجاست نه توی بدن تو.